اگه ورزشکار نچرالی و میخوای بدون استفاده از دارو و دوپینگ بدن خوبی داشته باشی، این ویدیو برای توه. سلام و درود، امیر خانزاده هستم، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران و مربی بدنسازی و فیتنس. به عنوان مقدمه باید اینو بهتون بگم که ساختن عضله و داشتن یه بدن خوب به صورت نچرال یه پروسه واقعا سخت و زمانبره. احتمالاً میپرسین چرا و دلیلش هم خیلی ساده براتون توضیح میدم. بدن ما فقط برای بقا طراحی شده، یعنی به تنها چیزی که فکر میکنه زنده نگه داشتن شماست. نه مقدار عضله‌ای که دارین براش مهمه، نه خوش هیکل به نظر رسیدن و یا داشتن سیکس پک. صرفاً به این فکر میکنه که چطوری میتونه عمر شما رو طولانی‌تر کنه و شما رو بیشتر زنده نگه داره. و خب متاسفانه یا خوشبختانه چیزی که کمک میکنه به اینکه بقای شما تضمین بشه چربیه. چربی منبع خوبی از انرژی در اختیار بدن قرار میده، پس تمایل داره اگه غذای اضافه‌ای رو شما دریافت میکنین اونو به صورت چربی ذخیره بکنه، نه عضله. واسه اینه که اگر شما یه سبک زندگی غیر فعال رو پیش بگیرین، احتمالاً که چربی بیشتری خواهید داشت، نه عضله بیشتر. ولی خب ما چطوری میتونیم به بدنمون نشون بدیم که به مقداری عضله هم نیاز داریم؟ با فعالیت ورزشی. یعنی فعالیت ورزشی و مخصوصاً فعالیت مقاومتی اون تحریکی هست که بدن ما برای ساخت عضله بهش نیاز داره. حالا توی این ویدیو میخوام یه سری نکات رو بهتون بگم که بتونین نتیجه بهتری از تغذیه و تمرینتون بگیرین و اگر نچرال هستین پروسه رشدتون رو یه مقدار سریعتر بکنین و بتونین به نتیجه بهتری برسین. مورد اولی که میخوام راجع بهش صحبت کنم بحث حجم تمرین مناسبه. حجم تمرین به مقدار کاری گفته میشه که ما از عضله‌مون در طول هفته میکشیم. مثلا ممکنه که 20 ست در هفته روی عضله پا ما تمرین انجام بدیم، پس حجم تمرینمون برای عضلات پا میشه 20 ست. پس برای عضله سازی ما نمیتونیم خیلی حجم تمرین کمی رو برای عضلمون در نظر بگیریم و نه از اون سمت باید بیش از حد بهش فشار بیاریم و تمرین خیلی زیادی انجام بدیم که ریکاوریمون به تعویق بیفته. طبق منابع مختلف گفته میشه که شما باید یه حجم تمرینی 12 الی 20 ست رو برای عضلاتتون در نظر بگیرید. مورد بعدی بحث فشار مناسبی هست که شما باید روی عضله حین تمرین کردن وارد بکنید. بهتره اکثر ستاتون نزدیک به ناتوانی باشه و توی بعضی از ستا هم به ناتوانی کامل برسید. ناتوانی یعنی اونجایی که شما به تنهایی بدون کمک کسی نمیتونین یک تکرار صحیح دیگه از اون حرکت انجام بدید. از تغذیه مناسب که اصلا نمیشه غافل شد. حتما باید مقدار پروتئین مورد نیاز برای عضله سازی رو در اختیار بدنتون قرار بدین که بتونه براتون عضله بسازه. گفته میشه 1.6 گرم الی 2.2 گرم به ازای هر کیلو از وزن بدنتون در روز پروتئین باید استفاده بکنید. یعنی اگه یه فردی رو مثال بخوام براتون بزنم 100 کیلو در نظر بگیریم، این فرد باید در روز بین 160 الی 220 گرم پروتئین دریافت بکنه. حالا میخوام یه اصلی رو توی بدنسازی بهتون بگم که اگر اینو رعایت نکنین امکان نداره بدنتون به سمت عضله ساختن حرکت بکنه. اونم اصل اضافه باره. اضافه بار به این معنیه که شما باید هر جلسه تمرینیتون یا وزنه بیشتری رو جابجا بکنین یا کار بیشتری انجام بدین. یعنی میتونه تکرارهای بیشتری با همون وزنه قبلی باشه یا افزایش ست‌های تمرینی برای اون عضله مورد نظر باشه. پس شما باید همیشه یه اصل اضافه بار رو برای عضلاتون اعمال بکنین که بتونه انتظار رشد داشته باشین. حالا این وسط خیلی مهمه که بیاین از تعداد تکرارهای متفاوت استفاده کنین. یعنی همیشه تمرینتون یه تعداد مثلا 10 الی 15 تکراری نباشه. گاهی اوقات بیاین از تکرارهای پایینتر استفاده کنین و گاهی اوقات برین سمت تکرارهای بالاتر. اینطوری میشه گفت انواع مختلف تارهای عضلانیتون رو درگیر میکنین و خب به اون حداکثر پتانسیل رشد عضلانی دست پیدا میکنین. از طرفی با ستایی که تعداد تکرارهای کمتری دارن شما قدرتتون رو افزایش میدید و خب زمانی که قدرتتون افزایش پیدا بکنه وزنه‌های سنگین‌تری رو میتونین حتی توی تکرارهای 10 الی 12 15 تکرار انجام بدین. یعنی شما باید به این سمت برین که قوی‌تر بشین. هر چقدر قوی‌تر بشین فشار مکانیکی بیشتری روی عضله وارد میشه و خب تحریک بیشتری برای رشد اتفاق میفته. یه نکته خیلی کوچیک ولی مهم رو همینجا باید بهتون بگم. بعضی اوقات پیش میاد که شما چند هفته فشار زیادی رو به بدن و عضلاتتون وارد میکنین و خودتون احساس میکنین که خب رکوردتون داره کمتر میشه و یا کیفیت تمرینتون داره کاهش پیدا میکنه. اینجا یه مبحثی به اسم دیلود
یا کاهش حجم تمرینی میتونه کمک بکنه به اینکه حتی شما عضله‌سازی بهتری داشته باشین، ریکاوریتون بهتر بشه. پس حتما در بازه‌های متفاوت از دیلود استفاده بکنین، حجم تمرینتون رو حتی تا 1/3 کاهش بدین که بدنتون فرصت ریکاوری داشته باشه و باز بتونین یه دوره از تمرینات سخت رو پیش بگیرین. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که عجله نکنیم. عضله‌سازی و داشتن یه بدن خوب به هیچ عنوان کار 1-2 ماه نیست. باید زمان زیادی براش انرژی بذارین، وقت بذارین و سعی بکنین از مسیر لذت ببرین، نه اینکه صرفا یه هدفی باشه که بخواین به اون هدف دست پیدا کنین. کل مسیر ورزش کردن، سلامتی، به تناسب اندام رسیدن باید برای شما لذت بخش باشه و به این فکر بکنین که این ورزشی که دارین انجام میدین صرفا برای ظاهرتون نیست، اصلی ترین اثرش رو روی دستگاه‌های داخلی و سلامتتون میذاره. خب خیلی خلاصه وار به صورت جمع‌بندی کل مواردی که راجع بهشون صحبت کردم رو بهتون بگم. باید حجم تمرینتون مناسب باشه، پروتئین به اندازه دریافت بکنین، حتما از دیلود به موقعش استفاده کنین، سعی بکنین دامنه تکرارهاتون متفاوت باشه و بسنده نکنین به تکرارهای دائمی و همیشگی. سعی بکنین توی حرکات پایه قوی‌تر بشین. همین قوی‌تر شدن کمک میکنه به تحریک بهتر عضلاتون برای رشد و در آخر هم عجله نکنین. اصلا توی این پروسه جایی واسه عجله کردن نیست. باید وقت و انرژی زیادی بذارین برای اینکه بدن خوبی بتونین بسازین. دمتونم گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که مطالبی که گفته شد بتونه بهتون کمک بکنه برای عضله‌سازی، اونم به صورت نچرال که خیلی کار مثبتیه به نظر من. و اگر مفید بود خوشحال میشم لایک کنین و برای دوستاتون بفرستین. موفق باشین.